سلام، من فاطمه و اینجا قراره با هم وارد دنیای رنگارنگ و پر از عشق گلیم بافی بشیم. با گره به گره، نخ به نخ قصه ببافیم. گلیم فقط یه هنر نیست، یه زبان بی کلامه برای گفتن داستانها، خاطره ها و احساسات. اگه همیشه دوست داشتی بدونی گلیم چطوری بافته میشه یا دنبال یه هنر اصیل و آرامش بخشی هستی، جای درستی اومدی. پس با من همراه شو تا قدم به قدم یاد بگیری از نخ و دار تا خلق یک اثر هنری واقعی. اگه دلت میخواد با دستای خودت چیزی بسازی که از دل و روحت حرف بزنه، من اینجا منتظرتم. تو این قسمت انواع وسایلی که برای خلق این اثر زیبا لازمه رو معرفی میکنم. پس یادت نره کانال رو سابسکرایب کن تا قسمت بعدی رو از دست ندی. قبل از اینکه وارد دنیای رنگارنگ گلیم بافی بشیم، بیایید با ابزارهای آشنا بشیم که قراره همراه هم ازشون استفاده کنیم. هر کدوم از این وسایل یه نقش مهمی دارن تو خلق گلیم‌های زیبا و پر از احساس. دار گلیم پایه اصلی کاره، مثل قابیه که همه چیز رو شکل میگیره. نخ تار و پود، نخهایی که ساختار گلیم رو میسازن، تارها ثابتن و پودها بافته میشه. قلاب یا سوزن بافت، برای رد کردن نخها از بین تارها استفاده میشه. قیچی برای بریدن نخها و تمیزکاری نهایی. دفه یا دفتین برای کوبیدن پودها و فشرده سازی بافت‌ها استفاده میشه. نخهای رنگی، اینا همون چیزی هن که گلیمو زنده و خاص میکنن. اگه دوست داری بدونی هر کدوم چطور استفاده میشن، تو قسمت بعدی با هم مرحله به مرحله جلو میریم. یادت نره سابسکرایب کنی تا هیچ آموزش رو از دست ندی. امیدوارم این آموزش ها براتون مفید باشه. اگه دوست داشتین حتما لایک کنید، برام کامنت بذارین و اگه هنوز عضو نشدید سابسکرایب کنید تا آموزش بعدی همراه من بمونید برای کشف زیبایی های بیشتر.